هفته روان بازار اسعار تاجیکستان شاهد تغییرات‌های چشم‌رس شد. از جمله قرب روبل روسی در یک هفته اخیر به طور نظررس بالا رفت. اگر یک هفته پیش 1000 روبل روسی با 134 سوم عوض میشد، پس امروز 25 سپتامبر آن به 140 سوم عوض می شود. بالا رفتن قرب روبل روسی پیش از همه مهاجران مهنتی و نزدیکان آنها را خرسند کرده است، چون موسم بازگشت مهاجران هم به وطن اکنون شروع شد. هرچند مقامات سبب بالاروی قرب روبل روسی را رسما شرح ندادند، اما برخی مسئولان بانک ها این را به بالاروی قیمت نفت در بازار جهانی ربط می‌دهند. ضمناً در هفته روان قرب رسمی دلار هرچند بی تغییر باقی مانده بود، اما قرب دلار در بازار سیاه یک مقدار پایان رفته است. طبق بعضی خبرها اگر چند روز پیش 100 دلار در بازار سیاه به 970 سوم عوض میشد، پس حالا آن به 950 960 سوم عوض می شود. پایان روی قرب دلار به کاهش نرخ بعضی از محصولات ها در بازار آورده رساند، چون در گذشته تاجران بالاروی قرب دلار را یک سبب اصلی گرانشوی نرخ محصولات می‌دانستند، هرچند برخی آن را یک بهانه ارزیابی می‌کنند و با پایان روی قرب دلار هم برخی از محصولات های بخصوص خوراکواری هم در بازار کمی هم باشه قیمتشان کاهش یافت.